رئیس محترم کمیسیون خواستم این بود که این گزارش کارگروه رو لااقل برای احترام به همکار خودشون که معرفی کردن باید اینجا قرائت میشد. آقای ما همچین چیزی در آیین‌نامه نداریم. بله. کارگروه اصلا تو ماده 236 نیامده. این سازوکار درونیتونه. در بررسی اگر 10 نفر نمایندگان یا هر کدوم از کمیسیون‌ها عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولین دستگاه زیر ربط رو اعلام کنن میاد مجلس. حالا میخوان کارگروه تشکیل بدن، میخوان کارگروه تشکیل ندن. مهم اجازه بفرمایید، نه اشکال آیین‌نامه‌ای بر این هست، نه اخطار قانون اساسی برش وارد هست. یه 10 نفر نماینده گفتن اینجا اشکالی وجود دارد. این که نماینده رأی بدن یا ندن بحث دیگری است. کمیسیون مأمور بوده ظرف 10 روز رسیدگی کند. این که میتونه کارگروه تشکیل بده، میتونه ندهد. کارگروه تشکیل دادن، شما میگید نظر ما نظر کمیسیون نیست، برای نظرتون در کمیسیون دادید، هرچی کمیسیون رأی بده اون برای ما از نظر آیین‌نامه ملاک است. آقای رئیس، جناب عالی ارجاع دادی به ما، من نمیخوام ادامه بدم، اجازه بدید که دیگه مطالب دیگر رو نگم. شما اگر میخواید اینجوری بفرمایید پس هیچ شأنی برای نمایندگان قائل نیستید، چون ماده 24 آقای رئیس ما شأنی قائل نیستیم. 10 نفر از نمایندگان اتفاقا این بیان شما نشون میده که شأنی قائل نیستید. 10 نفر از نمایندگان گفتن در ماکو تخلف صورت گرفته. بله. این مطابق آیین‌نامه حق دارن بدن به کمیسیون رسیدگی کنه. کمیسیون رسیدگی کرده، در حین رسیدگی گفته یک کارگروهی تشکیل بشه، کارگروه نظر دیگری داشته اومده تو کمیسیون داده، کمیسیون نپذیرفته. کجاش خلافه؟ اصلا البته به نظر من احترام به نمایندگان همین است که ما اصرار داریم. یعنی نمایندگان نظری داشتن، میتونن در نظرشون نظر بدن یا ندن. میکروفون آقای دلخوش بفرمایید. 270 میکروفون آقای دلخوش باز کنید. آقای دلخوش آقای دکتر ما که به جناب عالی احترام میذاریم، ما مخلص جناب عالی هستیم. اینجوری میفرمایید. آقا شما میگید شما احترام برای نمایندگان قائل نیستی. یعنی اگر من آیین‌نامه رو رعایت میکنم احترام به نمایندگان قائل نیستم. من تذکر شما رو نابجا میدونم. خب این نحوه برخورد نیست آقای دکتر. چیکار کنیم برخورد؟ آقای دکتر بنده 3 دوره نماینده مجلسم، وقتی رئیس کمیسیون یک نماینده رو مأمور میکنه به عنوان رئیس کارگروه تاسف میخورم شما اینجوری نظر میدید. لااقل اشکال نداره به من بگو دلخوش خفه شو، حرف نزن، من ساکت میشم. این چه طرز برخورده؟ نه این بنده میگم دلخوش خواهش میکنم احساساتی صحبت نکنید، هیچ ربطی به این مسئله نداره. من دیگه صحبت نمیکنم. خب صحبت کردید، این دیگه بیشتر از این نباید صحبت بکنید. شما یه تذکر دارید و یه اخطارتون این اجازه بدید آقایون اینجا اجازه بدید آقای چیز. اخطار آقای دلخوش این است که ما قسم خوردیم باید رعایت کنیم. خب قسم خوردیم چیکار کنیم؟ آیین‌نامه رو رعایت کنیم. آیین‌نامه چی میگوید؟ میگه اگر 10 تا از نماینده یا کمیسیونی استنکاف از قانون در یک جای دیدن یا نقض قوانین میتونن رسیدگی کنن. اینکه حالا این تشخیص 10 نماینده درسته یا نه بحث دیگری است. این آیا این روال انجام شده یا نه؟ آقای دلخوش میگویند چون رئیس کمیسیون منو به عنوان کارگروه گذاشته و من رفتم رسیدگی کردن، حرفای من در کمیسیون مسموع واقع نشد. خب این ربط سازگار درونی کمیسیون داره، از نظر ما و کارمون که تغییر ایجاد نمیکنه. این مطلب آقای دلخوش قبلا هم به من گفته بودم، من بهشون گفتم که از نظر آیین‌نامه ما راهی نداریم، ما نظر کمیسیون رو باید اینجا مبنا قرار بدیم، ما کارگروه نمیشناسیم. اینجا کارگروه سازوکار درونی کمیسیونه، ایشون اصرار دارن به این قضیه. خب من درست نمیدونم این موضوع. حالا من توضیح دادم، من خواهش می‌کنم دیگه بحث رو ادامه ندید. دیدار جمعی از اهالی مجلس با فردی که به تعبیر در فتنه 88 باقی بر انقلاب بوده حمایت از طغیان است. امید و انتظار است که این نمایندگان محترم مجلس منافع ملی را بر منافع گروهی جناحی ارجح دانسته و همراهی لازم و کافی با آرمانهای امام عزیز و رهبری گرانقدر انقلاب داشته باشند، ضمن آنکه از دستگاه‌های نظارتی انتظار اقدام مقتضی می‌رود. بعضی از دوستان تذکر ماده 75. بله آقای رئیس، یکی از دوستان بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم. پیرامون آنچه که آقای دکتر زاهدی در نطقشون نسبت به هم بخش تعداد قابل توجهی از
همکاران قضاوت غیر منصفانه ای داشتن و ادعای این که دیداری انجام گرفته و این دیدار را خلاف منافع ملی قلمداد کردن، باید به عرض ایشون برسونم که جناب آقای زاهدی عزیز، خلاف منافع ملی اونجایی انجام گرفت که با تنگ نظری و فتنه نمایی بخش مهمی از سرمایه‌های انسانی این کشور را به حاشیه بردیم. خلاف منافع ملی اونجایی انجام گرفت که رئیس جمهور 8 ساله‌ای را که همچنان در گوشه و کنار کشور حرکت میکنه، سفر آزاد داره، سخنرانی آزاد داره و تمام مرزهای رسمی کشور را زیر سوال میبره، اما کسی متعرضش نمیشه. نه رئیس جمهوری که با نجابت سالهاست در گوشه‌ای نشسته و جز دعوت به وحدت، دعوت به رحمت، دعوت به تبعیت چیزی نداره. بنابراین آقا نوبت منه برادر من، برادر من حق شما برادر من، اگر بنا بود ما بی‌طرفیم. آقای زاهدی عزیز، خلاف منافع ملی وقتی است که ما زبان به تهدید نماینده های ملت به کار میبریم. خب بفرمایید بشینید. چرا ما گلو پاره میکنید، به ما وقت نمیدید؟ ما به شما وقت دادیم. شما بفرمایید. بی طرفی دول باید حفظ کنید. بفرمایید سر جاتون بفرمایید. فتنه گرا وضعیتون معلومه. بفرمایید. بفرمایید سر جاتون. لطفاً بفرمایید سر جاتون. بفرمایید. بفرمایید سر جاتون لطفاً. فتنه خط قرمز انقلابه. لطفاً بفرمایید سر جاتون. بفرمایید. آقا برید سر جاتون، برید. لطفاً بفرمایید سر جاتون. دومشون به دوم سران فتنه بطل. چینید من توضیح. اجازه بدید من توضیح بدم. بفرمایید سر جاتون. لطفاً بفرمایید سر جاتون. مگه معاون اول رئیس جمهور نامه به آقا ننوشت؟ جواب مکتوب رهبری رو اجازه بدید. شما بفرمایید سر جاتون. 75 اجازه نمیدید. لطفاً اجازه بدید ما صحبت کنیم. تذکری 75 داریم. میشه تو نطقه. خب بشینید. ما هم تذکری 75 داریم. لطفاً سر جاتون بنشینید. آقای شیخ برید. لطفاً برید سر جاتون من توضیح بدم. اجازه بدید من یه توضیح بدم. اولا که تذکر آقای وکیلی وارد بود. اجازه بدید. ببینید آقای خاتمی ممنوع الملاقات نیست، ایشون ممنوع تصویره که خود این هم مبنای قانونی نداره. لطفاً بفرمایید سر جاتون. بفرمایید. تذکرات شفاهی رو آقای امیرآبادی، تذکرات شفاهی رو لطف کنید. بفرمایید.